یا بابا خوب این مدام یک کارایی نمیکنه. با چه کار کنه؟ همه اوزا نمیکنه این پیاده بچه از صبح تا شب به سر زمینه این باشه بزن یک دیگه پای تیار کنم بابا رو بایی برو با. بابا جان شکر کشکهین این موسطا همین دوغا همین هم هسته کسایی هست که همین هم پیدا نمیشه روز تا شد جگر مکنده به سر زمین ها. حالا اگه یک روز اگه نون دو بخیری چیز بخیری کافر میشی سکو کی ندر سلو با کی نه؟ خوبه خبر سیکو من برم سیکنو همین گلوه بابا دیگه کی نه؟ کی نه؟ بالا سنگله جو سنگله آبشنا خیلی جانجره جلسه شو بعد حاضر خیلی جانجره شو کو شکار گلا اره شکار شده گلا چه بر شکام خو میزنی کشته خونه با یک لقمه نون دیه یا کو یا گپ بزن نه گفتم برو به سلام عباس اینا بگو یک نونی با من نون خوش که بدی که با گشنگی مای بوم بریم این همین سردگه مای بوم بریم یک لقمه نون نداره یک ریپی پیلان نیه بیار من دیشان میشه برفتم با کوکا بوته بیارم به جا قیما خو باید آتش کنی پل نداری یعنی بخونش با نون نیه که یک دونه نون نیه گناه داره بیلا گیلک جو گریه نکو دیگه جگر مال خون کردی گریه نکو بس نگم اینجا سبب بکنی میرم به خونه هر چی بود خدا بس میارم برو خیلی خیلی بس نگم گریه نکو دیگه خوبه بابا چگاه شد؟ یاری بابا خوب کی بود دست داره؟ جگر مخون شد بابا جگر مخون شد بابا خود چرا؟ امی جوانی پیش می گریه میکرد زار گریه میکرد که ما هیچی به خونه داره میمونم ما بیاموده کی گریه میکرد؟ از صبح تال گوشنه ایم همین گیلگ هم سایی ما گریه میکرد؟ از صبح تال میگه گوشنه ایم عباس شو ام یک پرنون هم به خونه شنود بیار که بخورم که خیلی گوشنه ایم بام در ساعت خود خوبنده بابا بگی بابا خیلی دلم سوخت بابا خیلی بگی بابا بخنی میپاسه ما سرم برای اینو بابا زنون ما چه یک کمی بگذاریم دیگه اینا خیلی خیلی همین بیشتر نمیخوریم بابا بیشتر ما ندارم بابا بابا اینا بگو برو بسرا خوب بوده بابا برو واسه که چپه نکنی بابا راست میگی میگه اگه مساعد داره اضافه هم هست برو این اصلا برو گیلا بله بابا دست رو دست رو بنده بله خدا واسه گمی از کی بودی گیلک گوشنه؟ پریرو پریرو گیل جبور بخونه خودی مدرخ اینو بخوره ما نمیشه گوشنه باشه با پوش خواه بیادی خوبه؟ کاسه با بیاد خوبه؟ برو گریه نکو برو گیل جو گریه نکو برو کاسه یا تو نر یا بشکنه پیش تو اوش کاسه هر گیل جو سه کرسی یک گپ دیگه اتو هر روز دم چاش بیارم دم سرما نونی بود گیلاس جک دوغی بود جک دوغی بوده ماسی بوده در مادر موست بر بخونه بابا خیلی بابا بیه به در سرما خوبه برو بیامدی یاری بابا خوب تعجب کردم بابا هم تک درس رو بشنه که هم تکنونو موسا ندارم تا دست من چنگ نزد بابا نفهمونه که اشته اینا رو بخورد گلک همین تا گوش نشده بود دی بیچاره بابا یک چیز دیگه هم برای بگفتم چی گفتی؟ گفتم گلک گفتم سه که تو اما هر روز دم چاش پیا از سرامو بخور نونم با نون خونگی هم ببرک 2 تا 3 تا یکی مدرم دست تو بودد ببرک جک دوغ مگه بودک میده و تو ماسا مگه بود تو میده هر چی بخی گفتم تو خوب کار کردی بابا که سیر شی مسلمان هم ندارم بابا از بعد نون چیز پخته میکنی بابا اگه من نمودم خود میاد مادر تو میگم که میبرم درس را اینا بابا خیلی بگی بابا خیلی سخته جوانی کسی به خاطر گوشنگی گریه کنه پیش آدم شما میدیدیم بابا
وای 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 نگاه کنیم بابا، پیش از اینکه گیلک به در سرامون آمده بود من به شما همینجا گفتم بابا چرا مادرم دیگه بابا نکرده که برفته ما صبح تاشون به سر زمینایی، ولی حالا که گیلک دیدم کمیت گریه میکرد این ماست نونه که بردم نفهمیده که اشته بخور. گفتم خدایا پس بمی یک گلاس دوغ یک کاسه ماست ما شکر دارم. خیلی سخته بابا که ما با جا گیلک خود قراردم برم به در سرا بمی جوانی گریه کنم که یک پوی نونه بدین گوشنه یم توشنه یم. خیلی سخته بابا. ولی خوب فهمیدی؟ بابا حالا بفهمیدم. ولی خوب شد به خوب فهمیدی. بابا جو خدا بیامرزد بیبی تو که مادرم باشه. این اونا خشکه. به تا کاسه سفلی داشتن اینا لد نکردم دوبار میرختم میخوردیم. بادم شکر کشیم که اینا هسته. هم دوغ داریم هم ماست داریم هم هندونه. راست میگیم بابا من تا نفهمیدم ببخشید. ولی خوب شد که خوب فهمیدی. این زمان قدیم همیته بگم همیته که نبود چیزی نون خوش که لد میکردیم. بله نون خوش که همیته به دستیان ندیش لد میکردیم به تا کاسه سفلی مینداختیم دوغار هم میرختیم ببالینو اینو نمیکشید میخوردیم بادم به میرقم ما 20 دقیقه صبر میکنه که تا این نونو نمیکشید بعضی ما میخوردیم بچه جان خدایا دم هزار بار شکر. کجا بودی گیلک؟ اینا چیه؟ بله گیلک جو سکو باجه خوربه گردم من که به خونه شما برفتم بشیشتم بفهمیدم که این چینیه به خونه شما تا هم که بیدی شده از سرا من گفتم حتما مادر تو طور برات چیز میزیره کرده برو جمعه مادر تو گفتم من نون خوردم من امیت بیامدم خبرگی من اینا به شما آوردم نه نه نمیگفتم ما نونی چی نداری برو از سر عباس اینا کم نون بستم نون خوش خیر بینم خداوند عباس اوره بده نونم به ما بادا لگ ماس هم بادا همینا خداوند خودی هم میخوریم همینا از 100 رقم کباب به ما بیشتر از چیز پس خور نکردم نه من میفهم گیلک جو هانه گیلک جو که اقدام نگی که این باجه ملبف باجه پس خور نکردم بیایی دیار گیلک جو باجه یک قاشق دیگه مخور یک نمکشی باجه پس خور نکردم باجه بری تروشه کلا تروشه گیلک جو مینا خود مادر خوب کن شکرم بریم باجه خیر بینی برو تو تا میتکنم خودی تو تا میخوری برو به خونه مینا رو بخور من یک قاشق از اینا بخوردم باجه به صدام بس داد خاطر تروشه گیلک جو صدام بس داد باجه میفهم یه دو قاشق دیگه بخوری مثل گوشی که برو زنگ میه برو لرزه زنگ میه میتخواه شدی برو باجی جو برو که حقیقه خدا با ما داد باجه نداد برو این بچه پامپ با کجا گذاشته باش این به ای بر او میخوره به ای بر او میخوره چیکار میدونه هسته از این غلام غلام تو کجایی تو کمر شکسته بیا نمای چار بیتی بکنی بیا اینجا زمین ها مردم ها بیایی بسخته همه گندم ها اینا نصفه خوش شده علف ها اینا خوش شده ای آب نگاه کن فقط کمر تو بشکنی آب بیا نگاه کن تو چیکار کردی این سوسته بخور یا این جو خلی مردم میبینی از بیایی چه کار میکنن چاها خوش شده نباشه خوب سلامته یا خوشحاله تو به زیر درشتا یک رو میزنی بچه خب روز 60-70 روپیه هم از به تو پول بده راست بگی امال باور کن گیله که بدیدم به که نونو کاسه ماسو به دست بده گیریه کردنی را بیگاله دیدم جگر مخون شد در حالی که بزرگ هیچ چی نمیدم میای یعنی گندمکا اینا همه چوکا رم میده 30 روپیه وزن نمیدم بیا تو نگاه کن تو می بیا نگاه کن خود تو قضاوت کن نگاه کن
اینجا تابستانی او بستاد این سرسته او نمیشه راست میگه بیت چیزی از سر کی بوده بیا از دیگه او خورده نه که ما کلا بگیشو ولی پاس سبس کریشته بودم همون 5 دقیقه ابجا بوده علاق شده بودم ابجا 5 دقیقه به خوبش تو بخو خودن بکنم خب کاری میکردی یعنی تو خوندن میکنی با آواز شوانی ایدی یک بس که تیار کنم و برو ولی پاس سبس صبر کن بیا بخشش باشه دیگه هر بار جو اگه یک بار دیگه کار بکنیم گیلا که میارم سرم زمین مزدور میکنم چاشم با خدا دل مبوزه بزخ نگو که برم توی دخوانی عباس از دینا نیستیم دیگه خود نکن دیگه کارا ای خیر بینی حال بیتر شد داشت میاره کمی از این هوا رو خوب بزنم هوا پس رو برو کنه گروش شما تازه ندارم کشورهای همسایه ما او خوردن ندارم این آب معدنی ما نشما استفاده میکنه این هم بیزی بیرمی راست بگی خیر بینی بابا برو دیگه اصلا به خود نکن دیگه غلام خوبه چاشم باز نماشم همه تا بیایی که با تو کارم دارم که همه گوشت و پست بس کنم ببری به خونه تو آه خیر بریم گوش باید بستنیم های یعنی نوش جان شما خیر بریم ما گیلک هم کمی خرید کنم بزرگا برام لباس و توشون فولمول بسیار کنم با تو هم برو دیگه میگم یک دعوه نشه که با گیلک جامر بگیره مثلا اگه بگو بیا اینجا خود شما کار گیلک هم مثل برارتون هوای همسایه داری رعایت کنیم داشته باشید یک دیگه کمک کنیم دست به دست هم بدیم اتفاق و همین همسایه داری خود که انشالله پشتمان شما فلک کم نمید خیر بریم خدا خیر بریم برای شما خدا آره ما میگم ما کنار هم میشینو که کس ماسی او نخوره و بندازه به بالا از اینکه فلسفه پاگو بخوره خوبه خدا کنم های خوبه